با درودهای گرم خدمت همه دوستان. نه به اعدام، قتل‌های دولتی را متوقف کنید. سرکوب، زندان و اعدام را با اتحاد در هم بشکنید. در روزهای گذشته اجرای احکام اعدام در ایران به شدت افزایش یافته است. علت این اعدام‌ها ایجاد رعب و وحشت بیشتر در میان مردمی است که علیه دیکتاتوری، ظلم، استثمار، تبعیض و نابرابری به پا خواستند. رژیم اسلامی دست به هر جنایتی میزند با این تصور واهی که بتواند جامعه را به قبل از شهریور 1401 بازگرداند. از جمله بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین، احضارها و شکنجه، اعترافگیری و اجرای احکام اعدام، غافل از این که خشم مردم و جنبش عدالت‌خواهی معترضین خاموش شدنی نیست. بیش از 4 دهه است ماشین کشتار سیستماتیک و سازمان یافته جمهوری اسلامی شبانه روز میچرخد و از پشته میسازد. اعدام در نظام دین و سرمایه در ایران ابزار قتل عام جمعی است. کمتر خانواده است که یک عضو آن را رژیم نکشته باشد یا به کشتن نداده باشد. در جنگ، در اعدام، این عمل شنیع و قرون وسطایی زیر شکنجه، از فقر و تنگ دستی، از اعتیاد و بیماری قابل علاج. اعدام در رژیم اسلامی ایران به عنوان ابزاری مشروع برای جلوگیری از جرم و جنایت تعریف شده است. این کثیف‌ترین ریاکاری حکام دین و سرمایه است که اعدام و کشتار فردی و جمعی را به عنوان ابزار سبعیت و خشونت و قدر قدرتی و ترساندن جامعه به خدمت گرفته است. میکشم پس هستم. فلسفه وجودی جمهوری اسلامی در تمام دهه‌های عمر جنایتبارش است. این نظام فاسد است، باید به دست عدالت اجتماعی قربانیان خود سپرده شود و پاسخگو باشد و تاوان این همه توحش را پس بدهد تا همه انسان‌های شرافتمند نفس بکشند، آزاد زندگی کنند و از نعمات جامعه به یکسان بهره‌مند شود. جامعه‌ای که به پا خواسته، مصمم به این کار و مصمم به برقراری عدالت واقعی برای حفظ جان و مال و حرمت همه شهروندان جامعه است. صدای مردم تحت ستم زندان بزرگ ایران و همه زندانیان سیاسی باشیم که تحت حکم اعدام هستند. صدای مبارزات مردم ایران در استمرار جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی را رساتر کنیم تا با اتحاد خواهان پایان دادن و متوقف کردن حکم اعدام باشیم و خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و کلیه دستگیر شدگان باشیم. زن، زندگی، آزادی.